بینندگان عزیز، گفتگویی که خواهید شنید به صورت شبیه سازی شده با هوش مصنوعی طراحی شده و هدف آن صرفاً آموزش، گفتگوی منطقی و تقابل محترمانه اندیشه است. شخصیت‌های این مناظره با نگاهی نمادین و همراه با کمال احترام بازسازی شدند. ما در این برنامه به بررسی یکی از مهمترین پرسش‌های فلسفی و دینی و علمی می‌پردازیم. انسان از کجا آمده؟ آیا انسان آفریده الهی است یا نتیجه میلیون‌ها سال تکامل تدریجی در طبیعته؟ از یک سو میزبان روحانی محترم، نماینده بزرگ اسلام، و از سوی دیگر آقای ریچارد داوکینز، زیستشناس تکاملی و نویسنده کتاب معروف ژن خودخواه هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ای مردم، به راستی که خداوند شما را از خاک آورید و انسان را با قدرت و علم خود شکل داد. در او روحی از جانب خود دمید و نخستین بشر آدم را به وجود آورد. از او همسرش حوا را پدید آورد و نسل بشر از آن تو آغاز شد. خداوند در قرآن می‌فرماید: ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون. و انسان را از گلی خشکیده، از گلی تیره و بدبو آفریدیم. و نیز فرمود: یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. این سخن نه استعاره است و نه شعر، بلکه حقیقتی روشن است. انسان دارای روح، شعور، اختیار و کرامت الهی است. آیا همان خدایی که آسمان را بی ستون برافراشت توان آن ندارد که انسان را بی واسطه بیافریند؟ خلقت انسان نمایشی از عظمت و حکمت خداست، نه نتیجه تصادف و کوربینی طبیعت. سپاسگزارم از مجری و بینندگان. با احترام به باورهای دینی باید تأکید کنم که آنچه علم به ما می‌آموزد متفاوت از متون مقدس است. ما انسان‌ها حدود 3.5 میلیارد سال پس از پیدایش حیات از نیاکانی تک‌سلولی و سپس پیچیده‌تر تکامل یافته‌ایم. حدود 6 میلیون سال پیش ما با شامپانزه‌ها نیاکان مشترکی داشتیم. اسناد این تحول در فسیل‌ها، ژن‌ها، ساختار استخوان‌ها و شباهت‌های زیستی به وضوح دیده می‌شود. انسان 98% ژن مشترک با شامپانزه دارد. تکامل فرایند کور نیست، بلکه انتخاب طبیعی به گونه‌ای عمل می‌کند که ویژگی‌های مفید بقا می‌یابند. ما انسان‌ها از حیوانات جدا نیستیم، بلکه یکی از گونه‌های طبیعتیم که توانستیم با آگاهی و دانش خود را بشناسیم. این تصویر شاید کمتر شاعرانه باشد، اما صادقانه است. علم جای افسانه را نمیگیرد، بلکه ما را به واقعیت نزدیکتر می‌کند. ممنون از شما. اکنون سوالی که ذهن بسیاری از مخاطبان را درگیر کرده: اگر علم امروز شواهدی از شباهت انسان و حیوانات و فرایند تکامل نشان می‌دهد، آیا دین نباید خود را با یافته‌های علمی هماهنگ کند؟ ای انسان، بدان که علم راستین هرگز با حقیقت وحی در تضاد نیست. خداوند در قرآن شما را به اندیشه در آفرینش فرا می‌خواند. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. آیا به شتر نمی‌نگرند که چگونه آفریده شده است؟ اما باید فهمید که آنچه بشر آن را علم می‌نامد گاه نظری و ناپایدار است. آیا هر آنچه بشر از طریق حس خود دریابد حقیقت مطلق است؟
روح انسان، حقیقت و وجدان او، صداقت، محبت، معنویت، اینها در چارچوب ماده نمی گنجند. علم شاید بتواند بگوید انسان چگونه راه می رود، ولی نمی تواند بگوید چرا عاشق می شود، چرا فداکاری می کند، چرا عبادت می ورزد. علم و دین دو نهر موازی‌اند، ولی خلقت انسان امری است که فراتر از علم مادی است و در قلمرو امر الهی است. زیبا بود، ولی اجازه دهید صریح باشم. ما امروز از ابزارهایی مثل DNA، شبیه سازی، بررسی فسیل ها و توالی ژن ها بهره میبریم. علم آزمون پذیر است، میتوان آن را رد یا اصلاح کرد. دین بر ایمان بنا شده، اما علم بر تجربه، مشاهده و شواهد. هر کجا که دین درباره واقعیت جهان سخن بگوید، باید بتوان آن را سنجید. شاید گفته شود روح اثبات پذیر نیست، اما ما آگاهی، ذهن، احساسات و وجدان را نیز میتوانیم از منظر نوروساینس و روانشناسی تکاملی بررسی کنیم. انسان از دل طبیعت برخاسته، نه از بیرون آن. سپاسگزارم. حالا سوال مهم دیگه ای رو مطرح میکنم. اگر انسان دارای روح الهی است، چرا در بسیاری از رفتارها شبیه حیوانات است؟ و اگر فقط یک حیوان تکامل یافته است، چگونه به مفاهیمی چون اخلاق، فداکاری و معنویت میرسد؟ از روحانی محترم میشنویم. آری، انسان در جسم با حیوانات مشابه است، ولی در جوهر وجودی متفاوت است. در قرآن آمده و نه فقط فیه من روحی و در او از روح خود دمیدم. این روح انسان را از سایر مخلوقات جدا کرد، او را شایسته خلافت الهی و پذیرنده بار امانت کرد. بله، انسان ممکن است اشتباه کند، گناه کند، اما ظرفیت توبه و بازگشت دارد. هیچ حیوانی نیایش نمی کند، هیچ حیوانی داوطلبانه جانش را برای دیگری نمی دهد، هیچ حیوانی مفهوم عدالت یا زیبایی را نمی فهمد. این روح است که انسان را انسان کرده. پاسخ زیبا و پرشوره، اما از دیدگاه علمی بسیاری از صفاتی که فکر میکنیم منحصر به انسانن در سایر حیوانات هم دیده میشن. برای مثال فداکاری، همدلی، یادگیری اجتماعی و حتی نوعی از رفتارهای اخلاقی ساده در برخی گونه‌ها وجود دارد. شامپانزه برای همدردی و کمک به همدیگر شناخته شدند، اما انسان به لطف مغز پیچیده و فرهنگ گسترده‌اش توانسته این ویژگی‌ها را توسعه دهد و ساختارهای اخلاقی و معنوی پیچیده‌ای بسازد. این یک فرایند طبیعی است، نه نتیجه یک خلقت معجزه‌آسا. روح اگر وجود داشته باشد، باید در چارچوب قوانین طبیعت قابل فهم باشد. ما هنوز در حال کشف این رازها هستیم و علم در آینده پاسخهای عمیق‌تری خواهد داد. ممنون از هر دو میهمان عزیز برای این گفتگوی محترمانه و عمیق. امروز شنیدیم که روحانی محترم بر آفرینش مستقیم انسان توسط خداوند و وجود روح الهی تاکید کرد. ریچارد داوکینز دیدگاه علمی و شواهد تکامل تدریجی انسان از نیاکان حیوانی را توضیح داد. این دو دیدگاه هر کدام جهانبینی خاص خود را دارند و پاسخهای متفاوتی به سوال اصلی ما میدهند. مهم این است که ما به عنوان شنوندگان و مخاطبان با ذهنی باز و محترمانه به این پرسش ها بیاندیشیم و در مسیر جستجوی حقیقت حرکت کنیم. با تشکر از همراهی شما. تا برنامه دیگر، خداحافظ.